Mol u davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Mol u davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز ما. امروز جمعه تبریکاتی شهنان در خانواده اختیارآمد مهمان هستیم. امروز مادر ارزنده، مادر مهربان، مادر عزیز خاندان گلبهار خاله را در جشن زادروزشان از مسافرت از نام دو پسر عزیز، از نام ذاکر جان جهانگیر تبریک میگویم. لحظه های خرسندی رو همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان با آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم خشور تباران. من امروز در این خانواده پروفایس، در این خاندان زیبا جشن زادروزی مادر عزیز، مادر مهربان، غمخوار گلبهار خاله را جشن گرفته ایستادیم. برای گلبهار خاله و احترام قرصک میزنیم، به غذا تکلیف میکنیم. مرحبت، بیاید نزدیکتر. احتراماتی باید شما. روان گشتی و بازار رسیدی. السلام علیکم. گلبهار خاله زادروز مبارک. روز تولد را، میلاد ما را برایتان مبارکباد میگوییم. احتراماتی چند سال شد دوزده آمده گفتم به شهر؟ 32 سال. من گلبهار خاله یک دخترک شهری ما 32 سال باز در دیهات. ما از خوردی میبینیم در همین خاندان کلان شدیم، در همین خاندان نان و نمک خوردیم و از همون طعام‌های با لذتشان بهره‌مند شدیم. و اگر از فرزندهای خود، بغیر از فرزندهای برادر، همسایه ها هم از اینجا نان و نمک میخوردند. هزار رحمت ینگملا برای مهربانی، برای چنین خصلت های انسانیگری، برای همش دوره های جوانی بیغمی ما. امروز شما را از نام دو پسر عزیزتان که در مسافرت هستند، از نام ذاکر جان، از نام جهانگیر صدقاً صمیمانه تبریک میگویم. گفتند که هزار رحمت برای دادا جانم، برای بی جانم. ما از یگان کس کم نکردن. راستی گلبهار خاله از خوردی حواس میکردم اویلاتون باکی هند امکان اختیارامک هر دویاتون مهنت کرده فرزندان رو به تماشای شهر میبردید، به تماشای پارک ها میبردید. همون لحظه های زندگی به شکر میگوید فرزندان عزیزتان و رحمت گوید از نام من. خودشان نخورده، خودشان نپوشیده، برای ما فرزندان فقط شب و روز مهنت کردند، باغبانی کردن، دهقانی کردن، فقط مهنتی حلال کردن و ما رو از همه زیاد کرده با وی رساندن. بودگیشان با شکر. همین یک سال زیاد شد، کم ما را ترساندن، دیگر نترسانند، دیگر هیچ وقت کسل نشوند، دیگر هیچ وقت بیمار نشوند، کسل شدگیشان رو نبینیم. خدا کند که مانندی بابا جان و آنه جانم شادروان ها عمری دراز برایشان نصیب کند. همیشه در سر ما فرزندان ما ساق و سلامت کردند. عرضت به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، عرضت به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، بعدی خدا و قرآن باشد مقام مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم هستم غلام مادر. مادر مرا بیزاده است، آغوش مهر کشاده است، شیری سفید داده است،
خوش است نام مادر. صرف حیات من شد، صرف نشاط من شد، صرف نجات من شد هر صبح و شام مادر. بارخانه بار دیگر زادروز راهروزی تولد را مبارکباد میگویم. آن مهنت ها، آن زحمت هایی که کشیدن همراه اختیارمکی، خدا کند حضور و حلاوتش را بینید. در آینده حاجی بابا و حاجیانه شده در این کاشانه زیبا حج آجی ها شدن است و ما خدمت کردنمان نصیب کند. با چنین نیت های نیک در اینجا کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است مرحمت کتاب را پیشکش میکنیم برای صاحب جشن ها. زادروز مبارک باشد. مرحمت. قبول کنید. کتاب بس رو بید. اختیارمکی مرحمت. سلطانی من چشم و چراغم مادر، تنها گلی گلزاری باغم. گلبهار خاله شما خودتان گلی زیبای خاندان هستید. 32 سال بعد همه اختیارمکی چند بار گل پدر کردن راست شگوی فقط یاگلا باغا دارید چه؟ بوکت هم بود می؟ یا فقط پلی بوکت بود می؟ لاله های بهارانه نبینید که زادروزتان بهار بوده است. که رفته لاله چینده میمدن می؟ یا قطعی می رفتیتان می؟ قطعی هم رفتگی جمعه هست آوردگیشون هم جشن هست. امروز باشد در همین گلدسته زیبا هم از نام فرزندان هم از نام اختیارمکی خودشان میسپارند. اختیارمکی مرحمت قبول کنید. زادروز مبارک باشد. مبارک باشد. و البته با چنین نیت ها شیرین را نزدیکتر میبیاریم. مرحمت تارتا را نزدیکتر میبیاریم. زادروز مبارک. Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на год взрослей. Лик сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, моложе сердца стук. С днем рождения! مبارک باشد. Века радости, везения, любых желаний, исполнения اختیارمکی دلش باید. и миллион ночей и дней. С днем рождения! زادروز مبارک. Любви до в окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Летят в окно, порой не всегда везло. Не печалься и не жаль. زادروز مبارک. Со свечами большой пирог и шампанское подало. بذارید کلیپ را شما میان شما نزدیکتر ایستید. مرحبا. زادروز رو برایتان مبارکباد میگویم. مرحبا. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердца стук. С днем рождения! Успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения! Любви до в окружения и чумового настроения.
یکی یکم تبریک از شما هم احترامک می؟ تو فرزندان می؟ یکم بیرنگه چون بیرنگه زمینجا بود امشب خیلی توی شما که تبریک کرد 12 شب بر به احترامک تبریک کردن حاضر باشد تبریکاتشون رو میشنویم مرحمت چی بگیم بختون با صبح سلامت باشه سری بچه‌اش با صبح سلامت کرده سوری همون با دیواره توی کنیم دیواره خونه دور کنیم دیواره پویی کنیم با بگم که بالا باختون وقتی چه دیواره باختون اون جستگی تو عباد باشیم رحمت مهرنگیز هم از نام خود هم از نام اکه ها و ینگه ها شرکت تبریک بکنیم مرحمت بیجان سر بداره بختی همون با ساخ سلامت گرده بختی اکم نو با ینگم نو همون با ساخ سلامت گرده رحمت کلیم پشو مرحمت السلام علیکم همه کتون با ویمو جان ساعت بدروی الهیم عمری دراز دم محمد جانم که خوشه پیر شوه سری هم بیاکم با ساخ سلامت کرده میخواد عمرم مول شبینه یو ساخ سلامت کرده رحمت هم خواهر و هم اوسن و هم مادر عروس در حاضر وقت سجده خاله مرحمت اولا بار اوسنی من الهی امروز زادرزشون بوده است چی میگه مکن عمرشون دراز شود رزقشون فراز شود سری هم با ساق و سلامت گردن تاگین ایواره چهوره بمونم یافتگی همین روزی و یوشان فقط درم خیلی پوری سری شود مر شویم و کم نشویم رحمت تبین با السلام علیکم همسایه عزیز روز تولدتون مبارک بسیار کتی خوشه پیر شوه حضوری بلا چقه بینه پیری به دولت شوه ایواره چهوره دار شوه رحمت مسافران هم از نام زاکر جان و آیله اشان از نام شخزاده کیلین شاروخ جان از نام شخصا جهانگیر با راهبری جهانگیر جانی تیار کرده امروز تبریکات را چون بسیار دوست می‌دارن آن هر بار که علمی خاندان می‌داریم وای خانه ها می‌داریم برای ما بوی کودکی الان خیلی دوره های کودکی ما به خاطر می‌آید یکم هزار رحمت برای شما برای آن نان‌های با لذت برای آن شیرچای‌های با لذت که هر صبح برای ما تیار می‌کردید همیشه صحت سلامت باشید زادروزتان مبارک خدا کند 120 ساله شوید و هیچ وقت درد و غم زندگی را نبینید اکنون باشد یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم زادروز مبارک باشد میگیم مرحمت سراتای شوخ برای شما مرحمت
بالینم وای آموجو قرار بیا با بالینم شبنم گلینار بیا با بالینم وای انار انار بیا با بالینم شبنم گلینار بیا با بالینم وای انار انار بیا با بالینم شبنم گلینار بیا با بالینم وای انار انار بیا با بالینم شبنم گلینار بیا با بالینم وای انار انار بیا با بالینم شبنم گلینار بیا با بالینم در تو چشما دختر ازبکان بیا گله آخشیری زبان من بلند مدماته تاجیک چگه پرواته در کجا کجا ده باشم نقدر واته بنی بچه بیتان تاشکن من خوش آمده دان از بزده بقش نیست تاجیک میاز بکن در تو چشما دختر ازبکان بیا گله آخشیری زبان انا بلند مدواته تاجیک چگه پرواته در کجا کجا ده باشم نقد پرواته نغز میکار سلامتت که ای بازن آمده ای بچه خوش آمده السلام خوش آمده نغز میکار سلامتت که ای بازن آمده ای بچه خوش آمده در کجا شما دختر ازبکان بیا گله آخشیری زبان انا بلند مدواته تاجیک چگه پرواته در کجا کجا ده باشم نقد پرواته Zor, sofra e pior, por conta major,
بیننده های عزیز، امروز ما باز در خانواده اختیارمک مهمان شدیم. اینک امروز باشد گلبهار خاله مادر مهربان، مادر عزیز و غمخوار را در جشن زادروزشان تبریک کرده لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان و همیشه در پناه خداوند باشید. رحمت اختیارمکی سلامت باشه.